یک سوال. اولین سفیر اسلام به مدینه چه کسی بود؟ جواب: مصعب بن عمیر. دو سوال. کدام صحابی لقب امین امت را داشت؟ جواب: ابوبیده بن جراح. سه سوال. کدام صحابی به غسیل ملائکه مشهور است؟ جواب: حنظله بن ابی عامر. چهار سوال. کدام صحابی لقب سیف الله المسلول داشت؟ جواب: خالد بن ولید. 5 سوال. تنها صحابی که نامش در قرآن آمده است کیست؟ جواب: زید بن حارثه. 6 سوال. اولین مؤذن اسلام چه کسی بود؟ جواب: بلال بن رباح. 7 سوال. کدام صحابی به ترجمان القرآن مشهور بود؟ جواب: عبدالله بن عباس. 8 سوال. بیشترین روایت حدیث از کدام صحابی نقل شده است؟ جواب: ابو هریره. 9 سوال. کدام صحابی در بستر پیامبر خوابید تا ایشان هجرت کنند؟ جواب: علی بن ابی طالب. 10 سوال. اولین مردی که اسلام آورد چه کسی بود؟ جواب: ابوبکر صدیق. سوال. کدام صحابی به ذوالنورین مشهور بود؟ جواب: عثمان بن عفان. 12 سوال. فاتح بیت المقدس در زمان خلافت چه کسی بود؟ جواب: عمر بن خطاب. 13 سوال. کدام صحابی نخستین شهید جنگ یمامه از مهاجرین بود؟ جواب: سالم مولی ابی حذیفه. 14 سوال. چه کسی پرچمدار مسلمانان در جنگ موته بود؟ جواب: زید بن حارثه. 15 سوال. کدام صحابی هنگام تلاوت قرآن صدای فرشتگان را شنید؟ جواب: اسید بن حضیر. 16 سوال. اولین کسی که قرآن را آشکارا در مکه خواند چه کسی بود؟ جواب: عبدالله بن مسعود. 17 سوال. کدام صحابی کاتب وحی بود؟ جواب: زید بن ثابت. 18 سوال. چه کسی مسئول جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر شد؟ جواب: زید بن ثابت. 19 سوال. کدام صحابی در جنگ احد از پیامبر دفاع کرد تا دستش فلج شد؟ جواب: طلحه بن عبیدالله. 20 سوال. کدام صحابی به حواری رسول الله مشهور بود؟ جواب: زبیر بن عوام. سوال. چه کسی نخستین تیر را در راه اسلام پرتاب کرد؟ جواب: سعد بن ابی وقاص. 22 سوال. کدام صحابی فرمانده فتح مصر بود؟ جواب: عمرو بن عاص. 23 سوال. چه کسی پیشنهاد حفر خندق را داد؟ جواب: سلمان فارسی. 24 سوال. کدام صحابی به خاطر زیبایی صدایش در قرآن مشهور بود؟ جواب: ابو موسی اشعری. 25 سوال. چه کسی در جنگ خیبر دروازه قلعه را کند؟ جواب: علی بن ابی طالب.